برای که مجلس ما نظم پیدا کنه و کل ما هوش حواس ما این طرف شود، بخیر یک صلوات بلند ختم کنیم. تشریف آوری یک شما را در این برنامه ما خیر مقدم میگوییم و انشالله برنامه را شروع میکنیم. توجه همگی را میخواهیم که به تلاوت چند آیات کلام الله مجید توسط برادر گرامی ما دکتر صاحب کمیل شیخ زاده تا تشریف آوریشان و برای سلامتیشان صلوات بلند ختم کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول
فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. طیب الله انفاسکم انشالله برای سلامتیشان و انشالله موفقیت های بیشتر صلوات دوم را جلیتر ختم کنیم. مجلس فامیلی است الحمدلله دیگه ما طور تشریفات خاصه چی نکردیم دیگه، فقط میخواستیم که یک جای شویم و یک دیگر بعد از دیر بعد ببینیم و اینجا که آمدیم حتما بسیاری کسا شاید به یاد آقای موسوی خدا رحمت کنه بفتن، انشالله بر روح بزرگ ایشان یک صلوات بلند ختم. بله در این قسمت برنامه برادرای بزرگوارم معروف جان گلستانی و امید جان علیزاده که در فعلا قیادت همه ما را دست یردو بزرگوار است، انشالله چند دقیقه را از کارهایی که تا حالا انجام دادیم بر شما میگن و اهداف آینده های ما رو به اصلاح در امر شما در جان میگذارن. انشالله بر تشریف آوریشان صلوات می‌کنم. بازم سلام علیکم. شروع البته با وجودی که یک بسیار وقت کوتاه به حساب خودم هم شورت نوتیس داده بودیم و شما همه گفتین نمین جا آوردین آمدین خودم به نمایندگی همه اعضای ما جهان سپاس، تشکر یک جهان. محفل ما محفل رنگین، محفل پربرکت، محفل مقبول است و پیش بزرگا که ما امید جان استاده شدیم اگر کدام در لفظ قلم و یگان گستاخی شود پیش ازش معذرت، اما میخواستیم که جنبه مثبت داشته باشیم. تشکر یک جان، هم از ته قلب همه ما میخوایم از شما تشکری کنیم. زنده باشید. قدم بعدی یک صلوات به صحتمندی شما بزرگا و صلوات به همه شهدای حق. قسم گیسان جان گفتن شروع برنامه را میخواستیم یک معرفی کنیم و میخواستیم که زبان عامیانه گپ بزنیم، چون نوجوانایی که هستن شاید یک اندازه فرسیشن از بعض کتها که خوبتر باشه نباشه، با زبان عامیانه و با زبان چی گپ میزنیم و کوشش میکنیم که می قصه خودم مثل یک قصه واره بگیم، یک استوری واره بگیم. البته چندین سوال است که ما همیشه از خود میکنیم که سوالای بنیادیش، یکی سوالای بنیادیش اینمی است که چرا شروع به کار کردیم. سوال بعدیش است چطور به کار، چی کارا را کردیم و چطور شروع کردیم. بعدیش تا به حال کدام پروژه را انجام دادیم. سوال بعدیش کدام پروژه جریان داره و پروژه آینده ما یا پلان‌های آینده ما چی است. و قدم آخرم در کجا کمک شما را کار داریم، در کجا دعا و تشویق شما را کار داریم. این چندین سوال است که می‌خوایم در لابلای گپا و سخنا ما و امید جان می‌خوایم اونموره یک عمدن بیان بگذاریم.
ام الحمدلله دمی 5 ساله که امی سازمان خیریه خود تأسیس کردیم، بزرگوارا جوانا ما را هم کمک مالی کردن، هم وقت خود هم انرژی خود صرف امی بعض پروژه ما کرده بودن و امیم یک بانه شوه که یک راپوردهی باید داشته باشیم، یک شفافیت داشته باشیم چی کارا را کردیم و کجا میریم. صلوات آخری و صلوات زیاد است. صلوات بعدی را برای خوشنودی ارواح آقا صاحب موسوی. محمد سوال اولی بود چرا شروع کردیم. مقصد اصلی بچهای ما می بود، بچه و خوارای ما می بود که میخواستیم که مصدر خدمت شه، میخواستیم که یک مسئولیت پذیری داشتیم و یک وظیفه که از دشوانی بزرگواراست ما میخواستیم دخیل شیم، ما میخواستیم کمک کنیم. هدف اصلی ما بوده. هدف آخریش که کمک کار مال کمک کار جمع کرد و کمک کار جنبه تشویقی داد. کوکای ما میشتگی است، خاله ما میشتگی است. نمیخوایم که مسئله را احساساتی بسازیم، اما دو عزیز دل بیادر ما، عزیز گوشه قلب ما، مرتضی جان بیات، مرتضی جان حسین از بین ما رفتن سال 2019 و سال 2020. اینمی باعث شد که بچه ها شیشتیم گفتیم زندگی 2 روز است، باید یک جای باشیم و باید کمک کنیم. او که چند تا مسجد وجود داره، خدا را شکر همه مسجدها رو کمک میکنیم، هم خودم کمک میکنیم و اگه سه باید امو گروه باید خودمون داشته باشیم که پشتوانه یکی دیگه باشیم. بعضی کسای ما مشکلات مثلا درسی داشت، فامیلی داشت، مشکلات کار داشت، باید یکدیگر راهنما کنیم. یک تعداد ما راه رفته از تجربه یکدیگه حاصل کنیم و از اون کدام مهمتر امین نام خدا این پلتفرم‌های مسجد که داریم از وام استفاده کنیم، دست بالا کنیم، کمک بخوایم. نام خدا بزرگوارا راه را رفتن، چرا از ما باید کمک نخواهیم؟ هدف اصلی ما 3 چیز بود. سوال بعدی چطور شروع کردیم؟ امید جان امور برای شما امور تشریح میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب با بزرگیتون من فارسی کمک ضعیف است، ببخشید. کوشش میکنم فارسی گپ بزنم، اگه دفعه لغت انگلیسی هم در بین خواهد آمد. English can I? So we formally established our non-profit organization. We got IRS recognition. We registered our organization as a 501c non-profit. So we can get everybody that's been helping the community with their donations, they can get tax credit right off at the end of the year. So it's helping us and helping you guys. So it's a win-win situation. Our team, we all sat down together, came up with a name, Hussein for Humanity, and we came up with a mission statement. What kind of mission statement we came up with is, our mission statement is serving humanity in accordance with the teachings of Imam Hussein alayhi salam. نام معروف جان در فارسی بگین که حساب معنیش چیه؟ خدمت رسانی و جامعه سازی طبق فرامین امام حسین علیه السلام. سوال سومی بود که چی پروژه را تا بال ادامه دادیم. Sorry guys, one more thing. I wanted to say that first when we started, we had our board members, which was 3-4 of our guys, 5 people actually. Then we also elected Sabr John. We're sitting in the back. I'm sure everybody knows Sabr John. He was the one who led us throughout the whole Afghan refugee crisis. He served. We decided to do election every year or every 2 years. So the first year, Sabr John led all of us, and we wouldn't be here without Sabr John. I think everybody knows Sabr John. So then after Sabr John, me and Maruf John stepped up. We're the next president, and then inshallah we will have our next election in the coming months. So we want our brothers
to step up. Somebody else lead after us, please. سوال سیمی بود که یعنی تا بالا چی پروژه را انجام دادیم و چی پروژه را به سر رساندیم. البته شروع کار می بود که کوشش کردیم که در وقت 40 ما رفتیم دی سی. البته یک شیرچای بود، یک گل سرخ بود، یک چیز توضیح کردیم و گفتیم که همام حسین کی هست. سال 2019 بود شروع کارمون بود. با چندین بار اون کار در دی سی کردیم. یکی چی کردیم؟ پکیجای نان و غذا یا بعض وسایل صحی را برای هوملس‌ها توزیع کردیم. دو بار سه بار امو کار کردیم. پروژه مهم ما که در شروع بود وقتی که سقوط دولت جمهوریت و افغانای ما که تقریبا 75 هزار دالاس ایرپورت اکسپو سنتر آمد، در اون یک کمک گروه ما جمع شد، والنتیر هم پیدا کردیم. نام خدا یک وقت 300 والنتیر هم داشتیم، 350 در همه استیتا. کار ما این می بود که در اکسپو سنتر فکر میکنم یگانه سازمانی که برای 2 یا 3 هفته یگانه سازمانی که وزارت دی و استیت دپارتمنت اجازه داده بودند ما بودیم و خدا را شکر داوطلبام زیاد شد و اونجا تقریبا برای 2 یا 3 هفته around the clock اون 24 ساعت اونجا بودیم. کار ما کار ترجمانی بود، کار ما کار فرهنگی یا حداقل اونجا برای موضوع باید یک نمایان می ساختیم که افغانای شما اینجا وجود داره و افغانای شما رو بخیر کمک هم میکنه. رای طولانی آمدین یا رفتن هر گپ که هست ما هستیم اینجا. باز پلانای بعدی ما بود که در بیسام رفتیم، در بیسای ملتری از جا رفتیم کمک کردیم از هر نگاه، از نگاه کالا، لباس، حتی در لپتاپی چیزام کمک کردیم. یکی سر رسید که بعض مهاجرین برآمد شاید اجازه کار گرفته باشه، 1-2-3 دلار محترم دونیت کردیم. باز به مو سلسله فالو اپ اون موضوع چندین بار امرا با دلویت یکی از کمپانی های مشهور تکس و آدیت امرا از اون پارتنر شدیم و امپکت که مهاجرین دعوت کردیم. تشکر از مسجد امام علی که البته بر چندین بار زیرزمینی خدا یا حداقل صحن مسجد خدا بر ما ماندن که ما کارا را کده بتانیم. و بازم تشکر از CIC مسجد النبی که هم چندین بار بر ما اجازه دادن که مهاجرین بخوایم رزومه بیلدینگ باشه یا مثلا بعض راهنمایی یا بعض فرهنگ تازه که میخواین که زندگی کنن و بلد شون در مو چیزا کمک کردن. حتی یک وقت هم باز یک کلاس آنلاین گرفتیم که بانکینگ چی معنا میده، چطور باید کردیت بیلد کنین، چطور باید خانه بخرین، چطور باید سیوینگ اکانت و چکینگ اکانت باید اوپن کنید، چیزای بنیادی امروز باید کردیم و اون از هم جریان داره. در لابلای امروز گپا یک تعداد خرد تقریبا در خانه 25 تا 30 نفر زیر سن دمی Youth for Tomorrow ارگانیزیشن بود که اونجا وارد نگاه میکردن. برای 6 ماه هر روز بلاناغه نان شب تیار میداشتیم و از نزدیک هم میرفتیم میدیم. حتی یک تعدادشان 5 ساله و 6 ساله بودن که پدرای مادرایشون جمانده بودن و اینجا بودن، اما قمی رفتیم که یک چهره نشان بدیم که ما هستیم اینجا. خدا رو شکر هر روز اون 6 ماه یعنی می جامعه بود که هر روز نان میوردم و نان انتقال میدادیم. در جمع نام خدا نام نمیگیرم، حتی همگی بودن، حتی فرادجان دریام بودن. پروژه مهاجرین ما هنوزم ادامه داره. فرنیچر دلیوری داشتیم، بسیار گروسری دلیوری داشتیم. اونمو یکی از کلانترین پروژه ما بود که هنوزم ادامه داره. پروژه بعدی یک تعداد ما نام خدا ورزشکار است. گفتیم با وجودی که کارهای خیریه میکنیم باید برای خودم یک کار صحی و هلتی باید داشته باشیم. تیم فوتبال جور کردیم. تقریبا 3-4 سال است که دوام داره. تورنمنت‌های کلان اشتراک کردیم، کانادا رفتیم، کالیفرنیا رفتیم که برای ما یک اکسپوژر بود و در جامعه افغان هم گچ شیم، حداقل بفهمن دیگه. خدا رو شکر فعلا بخرم یک 4-5 بازیکن داریم که میتونه در تیم ملی افغانستان ما در اون سطح بازی کرده بتونه. خدا رو شکر که استاد سلیم هم امرای ما بود، هم تیرنر ما بود و اون هنوز ادامه داره.
در بین این ورزش چیزا اون قسمی که خبر دارین تابش جان بوکسر حرفه‌ای ما 2 برد ناکاوت داره، مسابقه بعدیش هم 1 ماه بعد است دیگه. انشالله اون فایت بعدیش است که انشالله همه تشویق کار داره، کمک هم کار داره. تیکت اگر میگرفتیم باز انشالله باز ما در خدمت هستیم. باز اگر از خود باز اولاد جامعه خودم انشالله که بخیر تشویق میکنیم. پروژه داخلی دیگه زیاد بود. همین پروژه که افغانا کمک کردیم، صابر جان که ما رو لید کرد، که میخواستم از اسما جان یاد کنم، فکر کنم همشهری ما نامده اسما جان عظیمی که بسیار که ما کمک کرد. همین تقریبا از 150 فامیل زیادتر تا نمی الان کمک میکنیم که خود همین یک ولکم یو سی به ما $75,000 داد که تقریبا هر دلارش به افغانا رفت. کلش همین فرنیچر دلیوری کردیم، گروسری بهشون رایی کردیم و بعدشون هتل گرفتیم، جای نداشتن کسی ما کراشون خلاص بود، آپارتمان گرفتیم. در این چیزا اسما جان بسیار کتما همکاری کرد، از اون تشکری میخوایم کنیم. و تقریبا کت MAV مسلم اسوسییشن آف ویرجینیا و مسجد دارالنور که کتما اونها همکاری کرد، تقریبا 9 نفر رو هایر کردیم که در ظرف 6 ماه کتیم ریسیتلمنت های ویرجینیا کمک کردن که مردم هم حساب مدیکیت بگیره برشان، سوشال سکیوریتیشون رو بگیرن، پرمیت کار برشون بگیرن که یک جای کار پیدا کنن که زندگی خود پیشرفت کنن. و دیگه همش پروژه داخلی بود. البته وطن هم از قلم نفتاده، تمرکز اصلی ما وطن بود. اما بعض اوقات بعض بچه‌ها گفت خانه اینجاست، باید اینجا هم کمک کنیم، وطن هم کنیم. خب برای کابل چندین بار پول جمع کردیم. کمک کلانترین پارتنر ما، کلانترین که بزرگ ما انجینر صاحب افشار بودن که اجازه دادن که همراه افغان ریلیف فند یک جای پارتنر کنیم و تقریبا چندین بار، 1 بار $50,000 رایی کردیم. بازم تشکر از همه که به ما کمک کردن. البته اعضای خودم هم شروع کار پول اولم خود اعضای خودم بود و بعدا اگر به یاد داشته باشین خاطره تلخ مرکز تحصیلی کچ، کسای کابل بعد از این طرفای دشت برچی، اما 100 طفلای جوانی که میخواستن برای امتحان کنکور امتحان بدن، همه یا شهید شدن یا زخمی شدن. از طریق افغان ریلیف فند، از طریق انجینر صاحب افشار کمک کردن، کمک سروی کردیم و برازوم یک تقریبا مخانه $9,000-10,000 رو برازوم رای کردیم. و در سلسله میگپا باور کنین کسایی که در پارچنار بند مانده بودن، پارچنار پاکستان، در اونجا کمک کردیم. زلزله‌گانی که مسلمانای سوریه و افغانستان و در ترکیه که زلزله شده بودن، زلزله که در عراق شده بودن، پارتنر ما زهرافند از خود سفارت ترکیه در DC دیگه نمیخوام چیز از قلم بفته. غزه فلسطین، نوی جان خانمش از فلسطین است، فامیل موضوع چون مسئله اعتبار بود، روی ما اعتبار روی همراه خانم نوید جان ما تماس شدیم، از طریقم روان کردیم برای غزه. فعلا یکی از کلانترین پروژه ما پروژه چا هست، ما گفتیم وال آف هوپ، و کسی که همراهش کار میکنیم و شریک می کار خیر ماست دکتر صاحب بشر دوست، دکتر صاحب رمضان بشر دوست. یک چند سال پیش خودم مامور دولت بودم، وزارت پلان، البته خودم از نزدیک دیده بودمشون. بچه‌ام رای دادن که اعتبار داریم. اونمو یک تقریبا 5-6 ماه وقت گرفت که تا اجازه گرفتیم تا دولت فعلی سروی کردن که باید از زیر چا باید بدرفت تیر نشده باشه، لاین برق تیر نشده باشه و جای باشه که مردم عام اجازه داشته باشه. مراکز دولتی را یا انستیتوت دولتی را مد نظر گرفته بودیم. یک وقت متوجه شدیم که بعد از ساعت 5 بجه پانتون کابل یا انستیتوت دولتی بسته میشه
باز مردم دسترسی پیدا نمیکنه. گفتیم اگه در چهارراه بزنیم، چهارراه اگه سه خبر شدیم که اگه چهارراه اگه بدماشا داره که روی از پیسه میسازه، از اون صرف نظر کردیم. گفتیم خیلی صحن مسجد میگیریم. صحن مسجد گرفتیم. فعلا ما اولین چای ما که به ثمر رسیده، 130 متر چا کندیم، در 80 متر او برآمد، 130 متر مد نظر گرفتیم که حداقل یک 10 سال دیگه او بده. خدا کنه خوشحالی کمک رو کم بشه. و یک ذخیره کلان در سقف مسجد زدیم، تقریبا 300 متر مکعب آب میگیره. نل دوانی شده برای وضوخانه و یک نلم برای بیرون شده که مردم هم به او گرفته بتونه. قصد داریم که بخیر نمو یک دانه 4 به 14 تبدیل کنیم. قصد اولی ما 14 چاست. باز اگر خدا خواست جامعه کمک کرد، باز به نام 99 نام خدا اندم 99 چا میسازیم. باز اگر زیاد کمر بسته کنیم، خدا باقی 1,24,000 پیغمبرام چا میکنیم ان شاء الله. خب پروژه هرات هم پروژه است که در دست داریم. میخواستیم خانه بسازیم، بودجه ما کم است، در خانه 8-9 هزار است. شاید اما مکتب که ساختن ما گفتیم اما خانه که ساختن، اما همسایگی که ساختن بخلم 8-9 خانه دارن، 50 خانه دارن، 50 خانه دارن. ما قصد داریم که موج یک کلینیک صحی بسازیم یا حداقل یک مکتب بسازیم. ساحه ساخته شده، شاید کلینیک نداشته باشه، شاید مکتب نداشته. مسئله 4 گرفتیم، 4 برمان گذاری کردن، نام خدا 4 12,000 گفته بودن، در حالی که ما 30,000 هم یک 4 خلاص میتونیم. حتی 160 متر هم اگه چقوریش باشه. از 4 صرف نظر کردیم، اون مسئله کلینیک و مکتبش مد نظر گرفتیم. و در این وقت speaking of school، در ولایت غزنی یکی از مکاتبی که نیمه ساختمانش خلاص شده بودن، بودجه خلاص کرده بودن. برازم از قلم نمانه، برازم یک مقدار کمک کردیم و فکر میکنم ما بخیر مکتب زودیا تأسیس میشه. صحیح شده؟ میمانه مسئله اصلی، مسئله اسپانسرای ما. به حساب فوتبالای کابل اگه امیانه گپ بزنم، جیزگرا کلانترین اسپانسرای ما مایکروسافت است، نتفلیکس است، یونایتد هلت کیر، لوترن چرچ و جامعه خود ما، مساجد خود ما. تنها مسئله پول مطرح نیست، مسئله پلتفرم مطرح است. امام علی فکر میکنم برای 6-7 ماه، صابر جان برای 6-7 ماه بسم خدا در اختیار ما گذاشته بودن که همه لوازم ما مونجا بودن و از طریق زو ماهوار مهاجرین خود ما می آمدن و هر چیزی کار داشتن برشون کمک میکردیم. CIC چندین بار صحن مسجد یا صحن پارکینگ لات و مسجدایی که از قلم مانده ما بخیر میاییم، ما خدمت شما میرسیم. اگر خدا خواست بخیر مسجدای مبارک شما رو بخیر به کار خیر، به کار نیک، اگر اجازه شما باشه بخیر باز مصدر خدمت میکشیم. صحیح نه؟ پروژه بعدی. پروژه بعدی رو چی مد نظر داریم؟ کلانترین پروژه ما پروژه ولافوب یا مسئله چاست. تصمیم ما بود که تا چی وقت ماهی روان کنیم باید ماهیگیری رو یاد بدیم. اما چام که میکنیم یا مثلا پروژه دیگه که مد نظر داریم، میخوایم که یک نانوایی یا یک بیکری واس کنیم. کم یک برای چند نفر رای آید پیدا شوه و یک سرویم داشته باشیم و یک چیزی حداقل یک چیز طویل مدت هم باشه، حتی اگه یک دانه نان هم باشه یا یک دانه روت هم باشه، حداقل یک همسایه، یک ناحیه حداقل بفهمه که حداقل برای من یک دانه نان میرسه، چی 6 صبح باشه یا چی 6 شام. کار شاید مشکل باشه، افغانستان بسیار مشکل است که آدم شفافیت داشته باشه، اما کوشش میکنیم که مثلا کسی که مثلا امور رو رفته باشه مثل دکتر صاحب رمضان بشر دوست یا بعضی یا افغان ریلیفان یا کسای دیگه که بخیر بود از بزرگان میپرسیم، سروی میگیریم، همکار باید باشیم. صحیح نه؟ پروژه‌ای که داشتیم، پروژه‌ای که جریان داره، پروژه آینده ما و یکی از کلانترین پروژه ماست که مد نظر داریم اگر خدا خواست و پروسهش بسته‌بندی کردیم، پروژه تحصیلی است که چطور میتونیم خورای خود را که در افغانستان بند ماندن با حکومت فعلی درس خواندن نمیتونن آنلاین درس بدیم. شاید درس ما پروژکت منیجمنت باشه، شاید آیتی باشه، شاید بعضی
چیزای دیگه ریال استیت یا چیزای باشه که بتونن در آینده نزدیک بخیر اوضاع سیاسی افغانستان تغییر مثبت داشته باشه و آماده باشن. برای اینجا اونم پروژه بانکینگ داریم، پروژه ریال استیت داریم و در لابلای ازی نام خدا همی اعضای ما هم دکتر وجود داره، هم انجینیر وجود داره، هم بزنسمن وجود داره، هم آر مکانیک وجود داره. یارم میخوایم برای خصوصا کسایی که تازه آمدن، تازه تشریف آوردن، برای میخوایم معرفی کنیم. حداقل ما خاطر جمع داشته باشیم که اگه موترشون خراب میشه یک نفر بره که حداقل اعتبار داشته باشه. اگه میخوان خانه بخرن، مساجد خود میخوایم براشون معرفی کنیم، پروژه خود میخوایم معرفی کنیم. باز بخیر دیگه برای زو ان شاء الله کمک همگی بزرگوار کار داریم، دعای همگی ان شاء الله. صحیح نه؟ نمیخوایم چیزی خدا کنه چیزی از قلم نموده باشه. صابر جان چیزی از قلم؟ خب اگر دم لاولای امی گپ ما منظور اصلی ما اگه بوده باشه هیچ کار ما به تنهایی خود ما نکردیم. یا از مسجد کمک خواستیم، یا از شخص، یا از کمپانی های کلان. اینی میره ادامه میدیم. به تنهایی ما خودمون نمیتونیم و انشالله اگر من مطمئن هستم که هم دعای شما اینجا شامل ماست، هم دست همکاریتان خدمت باز بخیر میرسیم انشالله. همینجا گفتن که شاکر جان نامده کمک های کار داریم. یگانه کلانترین کمک کار داریم پروپوزل رایتینگ. اون امور کمک شاید داشته باشیم، بخش لیگل یا بخش قانونیشه. بعضی نام خدا بعضی جوانای وجود دارن که کارپورت لایر هستن یا پروپوزل رایتر هستن. یک پاورپوینت مد نظر داشتیم، اگر باز پیش مایکروسافت بریم، پیش نتفلیکس بریم، پروژه که داشته باشیم حداقل باید یک پروپوزل رایتینگ خوب تر داشته باشیم، یک پرزنتیشن خوب داشته باشیم و محتوای خودم پاورپوینت باید چیز داشته باشیم که معنام داشته باشه و از خدای نخواست از نگاه قانونیم پسند بزه خطرش کمتر باشه. صحیح است؟ انشاءالله صلوات محمدی و سربلندی شما و سربلندی هموطنان ما در افغانستان. تشکر معروف آقا. برای ما چک خب تشکر معروف جان و امید جان. البته این گپایی که معروف جان زد یک بخش از کارهای ماست. البته عمدتاً ما نمیخوایم که یک مؤسسه خیریه باشیم از اینجا پول جمع کنیم اونجا پول بدیم. اینجا ما مسئولیت داریم و همونطور که گفتن که جامعه سازی و خدمات رسانی طبق فرامین امام حسین علیه السلام که در جامعه یک چیز مهم که هست تعلیم و تربیت است و در جامعه امریکایی مخصوصا ما جوانا بعضی شاید بین جوانای قدیم هستیم ما جوان هستیم حساب میکنیم خدا یک ضرورت به مسائل دین ما، مسائل آیین ما، مسائل آخرت ما این ضرورت احساس کردیم و خداوند خودش روزی رساند بر ما که آشنایی با آیت الله هاشمی خداوند بر ما روزی کرد. دیگه بر سلامتی ایشان هم سلام است دیگه انشالله. بخشایی که ما در اینجا چی پلان داریم، چی برنامه داریم که با همکاری آجی آقا و همکاری کلگیتان و حضور کلگی برنامه های مختلف هست که او را من میمانم که خود آجی آقا به امو زبان مقبول خود به ما چی کنن و انشالله در این گوش فرا میرسیم بر شما دیگه آجی آقا. بر تشریف آوریشان 3 صلوات بلند ختم 3 تا صلوات. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين
وصلی الله علی سیدنا ابی القاسم مصطفى محمد برای غفران گناهان و آمرزش اموات، مخصوصا تعالی درجات شهدای عزیز در هر نقطه‌ای که هستند و برای تأمین سعادت آینده خود ما و فرزندان ما صلوات عنایت بفرمایید. چهار نکته رو در نظر گرفتم بسیار گذرا و مختصر که مجلس شما هم خسته نشود، گرچه بنام نبود که من طولانی صحبت کنم، ولی فعلا در 4 نکته عرایزم رو محضر شما بزرگوارانه که تشریف آوردین عرض می کنم. نکته اول و دومم در قالب یک بیان ادبی است در خصوص شرایط افغانستان و منطقه. زندگی یک پسا زندگی دیگری هم دارد، اصل اونجاست. و ان الاخرت لهی الحیوان. ما این زندگی را 60 ساله و 70 ساله و 80 ساله و 100 ساله هم که باشد یک مقدمه کوتاه می‌دانیم برای یک زندگی ابدی. مسیر زندگی آخرت از همین جا شروع می شود. از آن لحظه شروع می شود که یک جوان ازدواج می کند. با چه همسری؟ نسل آینده او، فرزندان او، مسیر خود او بر اثر ازدواج به کدام هدف ره می سپارد؟ انسانی که راه زندگی را پیدا نکند انسان گمگشته‌ای در این عرصه بزرگ برهوت است. هر چه راه برود به جایی نمی رسد. باید انسان در کنار یک معلم و راهنمایی که از پدر و مادر شروع می شود و بعد می رسد به کسانی که عالمان دینی وره که دست آنها را بگیرد از کودکی تا پیری ما و تا مرگ. ما در زندگی خود ما دیده ایم که از لحظه تولد که به گوش ما اذان میخواند تا لحظه‌ای که به گوش ما تلقین میخواند ما این گونه بزرگ شدیم به وسیله عالمان دینی. عزیزان من، غرب، شرق، افغانستان، امریکا، کانادا، اروپا، مسیر آینده ما را هیچ تغییر نمیدهد. هر جا باشد از شکم مادری به دنیا می آییم و در دل خاکی آخرین خوابیدن را و آخرین بستر را خاک انتخاب میکنیم. چه فرق میکند این خاک افغانستان باشد، پاکستان باشد، ایران باشد یا آمریکا باشد؟ در این مسیر 60-70 سال به کدام سو رفته ای؟ نکند بعد از 70 سال دور خود چرخیده باشیم و این 70 سال عمر را رایگان از کف داده باشیم و یا خدای ناکرده ای حاجی این رهی که تو می روی به ترکستان است. ولذا امام صادق علیه السلام فرمود یک انسان لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه. هیچ مردمی در هیچ جای دنیا از 3 چیز بی نیاز نیست که در امور دنیا و آخرت خود به دنها پناه ببرند. اول فقیه عالم ورع. یک انسان فقیه به معنای مجتهد نیست، انسانی که دین را با عمق جان دریافته باشد، دین شناس باشد. یک عالم دینی، یک عالمی که در کنار شما باشد. در هیچ جامعه‌ای بدون یک عالم دینی، یک مسلمان، یک مسیحی، یک موسایی فرق نمی کند. بی نیاز نیست از یک عالمی که مسیر زندگی را با آنان نشان بدهد، یعنی هدایت را. دوم فرمود هیچ جامعه‌ای بی نیاز نیست از این که طبیبی را در جمع خودشون داشته باشند. خوبان، بانوان و بزرگان
از مردانی که اینجا تشریف دارید، عقل سالم در بدن سالم است. جامعه ای که مریض است، انسانی که مریض است، سلامت جسمی ندارد، نه به عبادت میرسد و نه به دنیا میرسد نه به آخرت. فرزندان ما باید تحصیل کنند، همان گونه ای که به فکر نان و زندگی هن، به فکر سلامت خود هم باشند. جامعه ای که سالم نیست، جامعه ای که دچار مرض است، دچار گرفتاری است، جامعه مطلوب دین نیست. ولذا فرمود دومین چیزی که انسان ها نیاز دارن و طبیب بصیر فقه، یک پزشک حاذق و مورد اعتماد. ما افغانستانی ها می توانیم جوانان ما را، فرزندان ما را یک طبیب و پزشکی تربیت کنیم که یک امریکایی وقتی ببیند صداقت او را به دین او متمایل شود، وقتی ببیند دلسوزی او را به مذهب او متمایل شود. ما انسانها را می توانیم با رفتار خود دعوت کنیم، به دین خود، به کیش خود، به آیین خود. حرف اثر بسیار کم دارد، ولی مهم آن است که ما چطور رفتار کنیم. امانت ما، صداقت ما در قالب یک پزشک متخصص، تو اگر دیندار باشی می توانی فرهنگ خود را، دین خود را، مذهب خود را به دنیا صادر کنی. آیون اسلام به ما اول بار اسلحه را برای مقابله با دشمن پیشنهاد نمی کند. بگذاریم از این که انسان و اسلام و مسلمان با هیچ کس دشمنی ندارد. راه ما راه دشمنی نیست، راه ما راه دوستی است، راه ما راه محبت است، راه ما راه علم است. اقرأ باسم ربک الذی خلق را مکتب ما گفته است، پیغمبر ما گفته است بخوان و با دانایی خودت دین خودت را صادر کن، با رحمت و شفقت خود مذهب خود را صادر کن. نه این که صادر کنی تو که خوب باشی، متخصص باشی، یک پزشک متخصص اگر نماز شب خوان باشد، اگر اهل صداقت باشد، اگر مریض خود را با کمال محبت و دوستی درمان کند و با کمترین هزینه درمان کند، او خود به خود به سوی شما متمایل می شود. دومین نکته پس آن است که طبابت یک مثال است. بیایید ما عالمان متخصص تربیت کنیم فرزندان خود را تا هم سلامت جسمی خود ما و هم سلامت جسمی جامعه ما تأمین شود. و سوم فرمود مورد نیاز امنیت است. امنیت ما در گرو داشتن یک نظام سیاسی عادل و نظام سیاسی امین هست. ما بکوشیم که در افغانستان و در این کشور، هر جایی که انسان زندگی می کند، این زمین زمین خداست. این انسان است که زمین خدا را می تواند جهنم بسازد یا بهشت. ما در همین کشور اگر اهل رأی هستیم، به اون کسی که بهترین است باید رأی بدهیم. برای افغانستان، برای ما این که حاکم پشتون است، تاجیک است، ازبک است یا هزاره است، برای ما نباید مهم باشد. ما انسان‌های امینی که برای ما امنیت روحی، روانی، اقتصادی می آورد و برای فرزندان ما رشد و شکوفایی می آورد، با اونها باید همراه باشیم. ما چرا امروز با امارت طالبان مشکل داریم؟ به دلیل اینکه زنان جامعه ما را از دل ساختن یک جامعه ویران به گوشه راندند. فرزندان ما را از رشد و شکوفایی و تحصیل و پیشرفت جلوگیری کردند و تبعیض نژادی در مسیر راه آنان متاسفانه به عنوان یک اصل به حساب می آید. ما زنان و مردانی که همه مخلوق خدایند، برادر و خواهر هم هستیم و مسیر رشد و شکوفایی را با هم طی می کنیم. من عرضم را تمام می کنم و نکته پایانی من این است که من
برای سفر گذرای آمده بودم این سرزمین. دوست داشتم ببینم این سرزمین را، مخصوصاً که اینک جمع بزرگ از مردمان سرزمین ما در اینجا وطن دومشون و در حقیقت برای بعضیا وطن اول هست، اونایی که اینجا متولد شدن. و ما هر جا که مردم ما باشد وطن ما همون جاست. امروز آمریکا برای ما افغانستانی ها وطن دوم ماست. کسانی که اینجا ساکن شدن، فرزندانشون به دنیا آمدن، سود این کشور، ضرر این کشور، پیشرفت این کشور، عقبگرد این کشور، ظلم این کشور، عدالت این کشور به ما تأثیر دارد. ما نمیتوانیم بی توجه باشیم. ما باید سهم بگیریم در آبادانی این کشور، در عدالت این کشور، در سمت و سوی این کشور. و ما با جنگ نمیخواهیم با هیچ کشوری تعامل داشته باشیم. ما فکر و استعداد و توانایی که داریم برای ساختن زمین خدا مأموریت داریم استفاده بکنیم برای پیشرفت این کشور، فرزندان خودمان را در اوج مراتب علمی ولی با ایمان. انسان بی ایمان نه به خود خدمت می کند نه به دیگران. چرا؟ دلیلش مشخص است. برای منی که خدا وجود ندارد، برای منی که آخرت وجود ندارد، من به چه دلیل دست دیگران را بگیرم؟ به چه دلیل کمک کنم به دیگران؟ به چه دلیل دنبال عدالت باشم؟ میخواهم خوش بگذرانم خود من، به دنبال کسی نیستم که پاداش بدهد، چون پاداش وجود ندارد. و برای افغانستان نیز چنین. و به این دلیل بود که من بعد از آمدن اینجا دیدم یک جمع بسیار، من در یک دو موردم اظهار نظر کردم در این خصوص، یکی از بهترین مجموعه هایی که حتی در افغانستان، چون وقتی سلامت روانی نیست، وقتی اقتصاد مردم درست نیست، آرامش فکری هم وجود ندارد، در این سرزمین بهترین انسان هایی که می شود با اونها مسیر آینده را طراحی کرد، من در این جامعه دیدم. بی تعارف عرض می کنم این را. شما وقتی در جلسات محرم دیدم، در جلسات رمضان، در نماز، در دعاها، در گفتگوها که می بینم چقدر انسان لذت می برد از جوانانی که امروز این جلسه را تشکیل دادن، عملکرد خودشون رو خودشون تشریح کردن برای شما. وقتی من می بینم این جوانان رشید مثل اینها به جای این که به کاباره بروند، به جای این که به مسائل عیش و لذت‌های زودگذر بیندیشن، به من طلبه پیشنهاد میکنن که تو بیا با ما باش. به جناب آقای دکتر که قاری قرآن است، به آقای حسینی که مدعا است، به آقای هاشمی، به دیگران، به دکتر، به دیگران. وقتی انسان در صف نماز شما می ایستد، باور بکنید، من یک مورد رو به جناب آقای مهندس رضا افشار شاید درس کردم، گفتم که من و همین گونه به یکی دو تا کمیونیتی دیگه‌ای که من تشرف داشتم و افتخار، گفتم من زمانی که میایم لذتی که اینجا میبرم برابری میکند با لذتی که در حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام زیارت میکنم. در حرم حضرت علی علیه السلام وقتی که میرم زیارت میکنم، در کنار شما اونقدر لذت میبرم. حس میکنم که اینجا خود مولا، من نجف بودم این سالهای اخیر، چطور شد که نجف و کربلا ابا عبدالله علیه السلام بیاورد و دست ما را بگیرد. مراکزی نبوده است در گذشته. امروز ماشاءالله 1 مرکز، 2 مرکز، 3 مرکز، 4 مرکز، 5 مرکز، 6 مرکز، هر جا که برویم و بعد جوانانی که بیاید پرچم ابا عبدالله رو بلند کنند و بگویند حسین برای بشریت، و به بنده طلبه پیشنهاد کند که با ما همکار باش، من میخواهم دین را برای خودم، برای خانواده‌ام، برای فرزندانم بیاموزم و تو نیاز ما هستی امروز. من به سختی میتوانم جرأت کنم که جواب رد بدهم. به سختی برای من سخت است که جواب رد بدهم. و این مأموریت را شاید خود ابا عبدالله علیه السلام فرمود که برو اونجا که کسانی که راه من را میروند نیاز به توی طلبه دارد. و لذا بسیار بر خود میبالم که این گام را جوانان رشید و عاقل و خردمند و دردمند این جامعه برداشته است و امروز دست برادری به سوی همه شما دراز کرده است. به من گفته است و بعد به شما گفته است و به شما خوش آمد میگویم از اینکه قدم رنجه کردید، آمدید دعوت این دوستان را
لبیک گفتید، همونطوری که من عرض کردم، ولی یک شرط گذاشتم. شاید تشکیل این جلسه دلیل اون شرطی بود که بنده عرض کردم. من روز اولی که این جوانانی که اینجا هستن و دوستان دیگر و دوستان دیگری که من بعضیاشون نمیبینم الان، نمیدانم دلیل چیست، عرض کردم من یک طلبه‌ام، جان و گوشت و پوست و استخوانم مربوط به بیت الله و دین است. من متعلق به همه دینداران این جامعه هستم. اگر بمانم برای من مرکزی با مرکزی دیگر، زن و مردی با زن و مرد دیگر، این خانه با اون خانه دیگر برای من فرقی ندارد. ما همه با هم برادریم. بیایید این دست دوستی و محبت را بفشاریم که دنیا خیلی خیلی زود میگذرد. ما نباید به اندک چیزها برنجیم. اگر ما اهل گذشت نباشیم، اهل مهربانی نباشیم، اهل دوستی نباشیم، هم پیشرفت ما کند می شود، هم دنیای ما آباد نمی شود و هم آخرت ما آباد نمی شود. ولذا اون چی که از دست بنده برمی آید این است که ما در محضر همه شما باشیم. این جوانان هم تعهد سپردن که هیچ فردی نسبت به فردی دیگر بر اونها ارجحیت ندارد و خادمان همه شما مردم باشند و بنده ای طلبم در محضر همه شما باشم و هیچ کسی در این خصوص نه حسین برای بشریت سازمانی است که جدا از شما باشد و یک تشکیلات جدایی در عرض شما باشد، در خدمت شما هر چی توانایی دارد. ولذا دعوت امروزم به همین دلیل است که حسن نیت نشان بدهد برای شما و بگوید که ما در خدمت شما هستیم و اون چی که باعث شده است فقط گفته است که شما بمانید همین مقدار، ولی این که با کجا باید باشیم، با کی رفت آمد بکنیم یا نکنیم. من بعضی اوقات که اینجا هستم، آقای مهندس افشار حضور دارد، من بعد از رمضان نمی گفتم این را، ولی خب به خاطر این که یک مقدار شفاف شود مرا ببخشید. من شبهای جمعه ای که مراکز دیگر جناب آقای عطایی تشریف دارن، آقای عطایی دکتر در محضرشون است، دکتر اخلاق، مرکز خاتم است، جناب آقای هاشمی تشریف دارن و جناب آقای میرزایی هم هستن و آقای حسینی هستن و کسان دیگری. مرکز خاتم که میآیند بعضی از دوستان برای دعا خوندن، من گاهی وقت خود من زنگ میزنم به آقای مهندس که بیایید مرا ببرید من دعای کمیل بخوانم. روبرو است ایشون و من در این 2 ماهی که رفتم، حتی بعضی اوقات اگر ما میگیم تاکسی یا شما اوبر میگین، اوبرم که زنگ زدم پولش ایشون نداده، من دادم یا یکی از دوستان دیگه داده. هنوز 2 ماه که رفت آمد کردم، ایشون فقط لطف کردن که رفتم با جبین باز استقبال کردن، وگرنه نه پولی بوده برای من و نه دعوتی بوده است. ایشون دعوت حتی نکرده است که شما حتی شبای جمعه بیا، ولی من به خودشون گفتم که این وقتی مسجد میایم حس میکنم خانه ای من است. با جناب آقای عطایی من پیغام کردم، شاهدش اینجا هست، گفتم هر زمانی فرصت داشتید من میایم خدمت شما، ولی خب ایشون حتی به من حتی زنگم نزدن دعوت رو که بگذارید. ولی این دل من پیش ایشون هست. باور بفرمایید برای من در این شرایط سنی و در این لباس و در این وضعیتی که دارم، خدای ناکرده یک حرف خلاف بگویم نمیارزد، چون روزگار به آخر رسیده است. امیدوارم و خدا را سپاسگزارم که امروز در جمع شما که هستم، میدانم جناب آقای دکتر شاجان، جناب آقای مهندس، جناب آقای پاینده که اینجا تشریف دارن، آقا صاحبه که چند روز است پسر عموی جدید من از قدیم بوده ولی تازه پیداش کردم، و جناب آقای دکتر و جناب آقای میرزایی و همینطور آقای، به قدر به شماها احساس خودمانی میکنم. آقای آج خان استاد نبیل که اونجا حضور دارن، مرا ببخشید، جناب آقای مهندس معاشر، همینطوری استاد طاهر، یکی یکی شما را من اگر نام ببرم، و آقای کبیری که اکبر همه ما هستن ماشاءالله، باور بفرمایید به یکی یکی شما، به یک آیه شما احساس برادری دارم و به فرزندان شما احساسی فرزندی دارم که فرزندان منن. انشاءالله دست به دست هم بدهیم فرزندان ما را، نسل آینده ما را به کمک هم در مسیر برویم که خود ما رفتیم، در مسیر سلامت، در مسیر سعادت، و جز این انتظاری ندارم از شما.
اگر نانی برای خوردن برای من پیدا شد و دادید خوب، اگر نشد گرسنه هم حاضرم در کنار شما باشم، مشکلی وجود ندارد. نان در این کشور پیدا می شود الحمدلله، یا مثل چاینکی های جناب آقای دکتر شیرین خوشمزه که پشت سر هم تا 3-4 تا چاینکی خوردیم و همین گونه بزرگان دیگه ای که هستن. شاید ما در هفته یک شب در خانه یا در نان خورده باشیم، در بقیه همه بزرگی های شما رو من. خب به من میگه خیلی طولانی صحبت شده، نان آماده است. وقتی پای نان در میان باشه دیگه هیچ صدایی از صدای آفتاب و لگن شیرین تر نیست. خب ایشون نگران نان بوده. خب ایشون شما آیا دکتر صحبت میکنین؟ خب خیلی خوب. خب پس اگر اجازه بدید 2-3 جمله دعا بکنیم. شما دعا میفرمایید جناب آقای هاشمی. آقای دکتر استاد نبیل شما دعا رو شما انجام بده. بیا. چرا؟ پروردگارا خیلی خوب میگه که برنامه دیگه است، دعا باشه بعد از این انشالله. صلوات بفرست. ممنون از این حرفای دلنشین و خوبه که آج آقا زدن. در این قسمت از دکتر صاحب و جنرال صاحب پاینده تقاضا میکنیم که اینجا پالی آج آقا استاد شوین. ما دیگه بفرمایید راحت بشین. ما دیگه برگ سبز تحفه درویش به نمایندگی از کل جوانا از مراکزی که واقعا در این سالها زحمت کشیدن و این مراکز بر ما فراهم ساختن، یک تشکری از همهشان داریم. بخیر انشاءالله. در قدم اول امام مهدی سنتر حاجی صاحب بشیر عطایی آجاقا. از آقای عطایی اگر میخواین که عکس میگیره. حاج آقا صلوات بگیم تکبیر. اللهم صل علی. حاج آقا یک عکس بگیرین، میتونن که عکس بگیرین که تونم دستان باشن اگر میخواین. پیش کامرا رو نگیرین. امام علی سنتر به نمایندگیش تورج جان روزبه. اللهم نشر من الصلوات. ما خود گفتم صلوات آخر نیست معروف جان. مرکز خاتم النبیین حاجی صاحب کریم میرزایی به نمایندگی فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلسله مردم آزاد حسین است.
آن کس که در این را سر و جان داد حسین است. مردی که چکوی و بر تیشه بیداد دامن به کمر برزد و استاد حسین است. به ارواح آقای بلخی یک صلوات دو شعرم از آقای بلخیستم. تنگ است روزگار به مردان حق پرست، پرفتنه بهره بر شده یا صاحب الزمان. بر خاتم انبیا محمد صلوات. ممنون. انشالله در آینده ها باز میتونیم برنامه ریزی کنیم. اینجا برنامه ببخشن که خراب میشه باز. سکول آف مرسی که به نام آقای موسوی که واقعا محبوب کل ماست دیگه، واقعا تشکر از بزرگوارایی که در اونجا بودن و مخصوصا استاد خود ما شخصی و استاد همه ما استاد طاهر که در این سالها واقعا زحمت کشیدن و پایدار و مکتب باز ماندن. تا تشریف آوریشان صلوات بلند. یک عکس هم بگیریم. تشکر از شما. و دو سرتیفیکیت هم خوب داشتیم و توفه که مناسس ماست که با آقای نایدیان البته کس تشریف ندادن، باز بعداً برشان میرسنیم. و دیگه مسجد شاه نجف یا امام العصر که بازورم برشان بخیر میرسانیم. و دیگه آجای کشمیری هم نتانستن بیاین. چیه امام که اسلامیک چی بود؟ It's امام مهدی Association of مرجعیه دیگه بر اونام تهیه داده بودیم که انشالله باز بعداً برشان میرسانیم. و در این قسمت دیگه از حاجی صاحب افشار تقاضا میکنیم که تشریف بیارن. Crescent Islamic Center. بله. و برای آقا دو دانه ما تهیه دادیم چون یکی خوب Crescent Islamic Center است و دیگه افغان ریلیف فند که در این سالهای متمادی واقعا زحمت های کشیدن آقا دیگه ما گفتیم یک تشکر بگیم برشون. تشکر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سروران گرامی، در بین ما نام خدا بزرگان زیاد است، اما یک دو نفر دیگر هم میخواستیم که یک توفیق داشته باشیم. اول بچه های ما یک تعداد فوتبال راست باید بعض اون فوتبال را تیرنر خودم باید یک گرامی داشته باشیم. توفیق ناچیز در نظر گرفتیم برای استاد سلیم صفدری، برادر کوچک استاد یاسین صفدری. کسایی که از سابقه بودن، استاد یاسین صفدری عضو تیم ملی سابق وقتی که افغانستان با ژاپن یک مساوی زده بودن. استاد سلیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش یک زنده و سلامت باشین استاد سلیم. شکر یک جان. آقا یک
حضور مردا یک مذاق اجازه است؟ خب خدا رو گفتیم. خب است. نمیخواستیم که همه ما مربوط مردا شوه. البته خصوصا اسما جان تشریف ندارن. میخواستم از اسما جان هم تعریف گرامی داشته باشیم. یک تحفه برای ما مد نظر داریم، فعلا حضور ندارن. تحفه بعدی ما نان که امروز تهیه داشتن ینگه جان است، خانم ایسان جان. نان کیتر، نان بزنس جان است. از 5 صبح امروز هم مسجد بودن. تشکر از آیشه بفشار که آشپزخانه رو در خدمت ما مانده بودن. یک تشکری از شازیه علی شالمی میخوایم بکنیم. شازیه جان، اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات دوم بلندتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و آل محمد. پروردگارا، ما را در راه اسلام و قرآن و در راه دیانت و وحدت و صداقت ثابت قدم بدار. خود ما را، فرزندان ما را، نسلا در نسل ما را از راه اسلام و قرآن جدا مفرما. فرج منجی عالم، صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف معجل بگردان. آنچه به خیر و صلاح ماست از ما دریغ مفرما. امنیت، سلامتی، رفع شر ظالمان از کشور افغانستان، منطقه و همه کشورهای مظلوم، خدایا امنیت برای آنها ارزانی بدار. شر ظالمان را از سر آنها کم بگردان. ما را توفیق بندگی عبادت و شایسته بندگی خودت، عبادت شایسته بندگی خودت، این توفیق را برای ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات. تا دقایق دیگه نان انشالله آماده میشه. بازم از آمدنتان تشکر. انشالله که باز گرد همایی های بیشتر داشته باشیم دیگه. برای ازی که البته ختم این بخش برنامه صلوات بلند ختم کنه.